سلام علیکم، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوایم راجع به مقایسه کردن تو ترید صحبت بکنیم. اینقدر خودت مقایسه نکن. چه مرگت؟ این به حالت خوش نیست. نگاه بکن، مقایسه دزد شادیه، مقایسه دزد توانمندیه، مقایسه دزد استعداده. میدزده اینا رو، نمیذاره تو اصلا بفهمی استعداد چیه، نمیذاره بفهمی کنترل کردن چطوریه. اینقدر طور توی چاه خودش فرو میره، عین یه باطلاقی کبابت میکنه. از مقایسه فرار کن، اجازه نگو ها فلانی نمیدونم تو ترید اینقدر پول در برده، او کار کرده و الان اینجور. هر کسی مسیر خودشو داره. به تعداد آدمای روز زمین مسیر وجود داره برای رشد و توسعه و موفقیت و ثروتمندی و شادی و آگاهی و سلامتی و همه اینا. یعنی ما اگر 10 نفر باشیم، 10 نفرمون تصمیم بگیریم که تریدر موفق باشیم، مسیر 10 تامون جداگونن، چون که گذشته هامون متفاوته، خانواده هامون متفاوته، علایق و استعدادامون متفاوته، جوری که بزرگ شدیم متفاوته، نگرش هامون متفاوته، علایقمون و سلیقه هامون متفاوته. متوجهیم؟ پس اینو بدونیم که تفاوت داره سلیقه هامون، علاقه هامون. این رو باید واضح در نظر بگیریم که آقا مسیر ما با مسیر یه آدم دیگه متفاوته. آقا اگه مسیر تو توش باید ورزش و سحرخیزی باشه، نباید بگی ها فلانی که پولدار شده موفق شده چطور ورزش هم نکرده. به تو چه؟ مسیر او توش ما چه میدونیم او تو مسیر چه سختیایی گذرونده، چه چیزایی رو فیکس کرده تو تونسته موفق بشه. مقایسه کردن باعث میشه که او کار درستی که میدونیم رو انجام ندیم. بگیم ها فلانی اون کارو رو انجام نداده موفق شده، پس منم انجام نمیدم. خب حالا انجام ندیم، میخوای چیکار کنی؟ بالاخره باید یه کاری انجام بدی یا نه؟ او کار رو انجام بده که ایدهش به ذهنت رسیده، با توانمندیات، موقعیتات، با نمیدونم امکاناتت همخونی داشته باشه، بتونی یه چی سرهم کنی، دست بکنی، بتونی رشد کنی. یعنی غیر از این اصلا نمیتونه باشه. مقایسه کردن تریدامون و نتایجش باعث میشه که ما فقط عقب بیفتیم و انرژیمون رو از دست بدیم. تنها مقایسه درست مقایسه خودمون با قبلنمونه. ببینیم معاملات قبلمون چجوری بوده، نتیجهش چطور شده. حالا اگه خوب بوده بهترش کنیم، اگه بد بوده ایراداتش پیدا کنیم، رفعش کنیم، درستش کنیم. لب به کلام مطلب این است که مقایسه دزد رشد و توسعه است. دزدیه که ما توانمندیامون پیدا کنیم، روش کار کنیم، توسعهش بدیم، پیشرفتش بدیم و ازش یه چیز خوب لبی در بیاریم. و ای که مسیر درسته هر کسی رو خودش بهتر میدونه. اینقدر نرین دنبال مشورت گرفتن از آدمایی که خودشون هیچی نشدن. چیکار داری او نظر او چیه؟ دنبال تایید دیگران نباش. دنبال این نباش که بقیه نسبت به تو چه نظری دارن نسبت به مسیرت. به نظرت من تو ترید بمونم، اون می تریدر هستن، مثلا طرف معلمه، چه میدونه تو ترید بمونه یا نه؟ اگر هر جوابی بهت بده چرت پرت گفته. تو فقط تو مسیر خودی. نهایتا تو باید یه تریدر موفق این سوال رو بپرسی که او هم 1% ممکنه جواب درسته به تو بده. اگه آدم آگاهی باشه بهت میگه خودت برو بگرد پیدا کن، بهترین جواب خودت میتونی به خودت بدی. خلاصه همون مطلب مقایسه تو ترید همیه که تو اولین لحظه‌ای که حواسمون شد که داریم مقایسه میکنیم برگردیم و اجازه ندیم این قضیه ادامه دار بشه. هرچه زودتر جلوشو بگیریم زودتر میتونیم تو مسیر خودمون حرکت کنیم و رشد توسعه ایجاد کنیم و پیوستگی داشته باشیم و انرژیمون رو حفظ کنیم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. خیلی دوستون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.